حالا برای سوال شده اگه یه روز بخوای با یه حرف الفبا زندگی کنی چه اتفاقی میفته؟ نه فکر کنم با یه دلار باشه. بریم تستش کنیم. بریم. بچه ما رفتیم از این آقا اجازه گرفتیم که ازش ویدیو بگیریم. حالا بریم یه دونه حروف الفا ازش بپرسیم که با اون ادامه ویدیو رو انجام بدیم. خب آقا چیزی که ما داریم ضبط می‌کنیم حالا 3 تا مرحله داره. مرحله اول بعد بریم یه خوراکی بخریم برای خودمون. مرحله دوم با اون حروف دیگه آره میریم یه تفریح انتخاب می‌کنیم و مرحله سوم بعد بریم شام بخوریم و کلاً هم $1 بیشتر نداریم. چالشمون این شکلیه. آجی آقا فیلم فکر بیا بریم سوالو بپرسیم. اما خسته نباشی. یه دونه حرف به ما میگین؟ ژ. من ژ. خب تو بپرس. برای منم اگه میشه یه حروف متنوع. ز. دست شما. کدوم ز؟ ز ر ز. حالا هر کدوم راحت‌تر بود دیگه. ر ز. خب آقا بریم سراغ ادامه ویدیو. ما با نه ژ نه ز هیچی پیدا نکردیم. یعنی گشتیم هیچی نبود. بالای 5 تا مغازه رفتیم. بعد عوض کردیم. قرار من پ رو بگیرم، ایشون هم قراره ب رو بگیره. بریم الان اونجا سوپرمارکته، بریم ببینیم چی رو میتونیم انتخاب کنیم. ازش هم اجازه گرفتیم. من پ انتخاب زیاد دارم. مثلا نگاه کن، ما این خیلی گرونه احساس می‌کنم. چیتوز این کوچولوه. حالا چیتوزه بردار. نگاه کن، چیتوز اسپانسرمون نشد. بهمون پیشنهاد داد چیتوز اسپانسرمون شه ولی ما قبول نکردیم. ما خیلی گنگمون بالاتر از این حرفا. چیتوز اصلا شما آره هیچی نیست. نخرید وسایلش. خب آقا ما رفتیم گشتیم. میتونیم اینو بخریم. البته اینو من بردارم وقت چیز نشه تبلیغ نشه. ازش نخرید. از چیتوز تبلیغ نشه کل میلیون به 100 تا نمیرسه. نگران نباش. از چیتوز مسئله نخرید خیلی بده. آره آقا بیا بریم برای بعدی که قشنگ بگیر آقا. برای من به خب همین خوبه شده خوراکیامون بریم برای تفریح بریم اونجا رو بچه‌ها اینو بریم حساب کنیم بریم ببینیم چی میشه بقیه. خب آقا ما گرفتیم و می‌خوایم بریم دنبال تفریحمون. داریم کج می‌کنیم. آقا این جلوه. جیو رو نگاه کن عشق آقا. ASMR. یعنی کسی که این ویدیو رو داره می‌بینه حتما پفک آخر عمرش صرف نظر می‌کنه. یه ASMR حق زدیم براتون با یکم دلت نمی‌خواد؟ اگه بیشتر بود بهت می‌دادیم. پفک. فکر کنید دلتون بخواد بچه‌ها. دلتون بخواد چی بدون خیلی لاکس داریم ما. خب الان ما این فوتبالاگریم داریم اینو می‌ذاریم. نمیدونم چه بر تو رو نمی‌خوره. قطع کن اینو. بخور. عصیر گیر آورده. یعنی از خوردن من یه بار دهنم میاد. افسرده شدی؟ نه. اما داره فیلم برداری می‌کنی افسرده شدی. نکن ناراضی. پاشو بریم. آقا دیگه خدافظ. کامرامن خیلی لطفاً دایرکت اینستا که نداریم، واتساپ نداریم، کامنت ها حتما بگین. بیاید تونکامون برای ما با افتخار. حقوق هم بهتون نمیدیم، میذاش اسیرتون میکنیم. بهتون آب و غذا هم نمیدیم، جا خواب هم نمیدیم. دیگه حالا اگه دوست داشتید میتونید ثبت کنید. تفریح امروز چیه؟ پارک که تفریح من بود. چی؟ تفریح اینه. مشکل داری؟ منه. این پارک اومدیم تفریح این په بود دیگه. خب من بیام من با به چیکار کنم؟ بازی خوبه بازی. و پارک تفریح من ورزش کنیم. سالم کاملا به درد میخوره. این به درد چی میخوره؟ این بیا این بر. از من باید ببینیسی که تفریح منه. بیا برو. اول از همه یه پا رو میذاریم بالا و پای دوم رو میذاریم بالا. بعد اینجا چرا این شکلی تا اینجا میاد ولی این نمیاد؟ چقدر سالمه. یه دقیقه منو بگیر. هادی چی پایین چیه؟ هانی رامبد بشو. این چه ندارم این همه هانی رامبده. این نمیدونم چیه. مثلا منو تجویز کن. اینا رو هول بده برای من. آها زور بزن. تو خدای تنگینی هست. تمومش کن. قدرت. کسر بیا اینجا. سرعت. توانمندی. ورزش. بیا اینجا. لذت ورزش. لذت سلامتی. نرمش شانه 2 نفره. بیا. اسم ویدیو خیلی داره چت میشه. ویدیو فان شد بچه. یه سوال این چه کاری انجام میده؟ ببین اینو من فکر کنم این شکلیه. آویزون میشن بهش.
اینو میارن اینجا بعد نه فکر کنم اینجوریه برو نه ببین فکر کنم اینجوریه اونا خودشونو با آفرین یکی این کارو میکنه. نرسید گردنم شکست. آفرین چقدر ماشاءالله. اینجوری مگه نیست؟ بیا پای خودت ناقص. بابا من اینا رو ساختم چرا دروغ می همین جوریه من اینجوری اینا رو خیلی ویدیو فارم شده احساس می‌کنم. تفریح خیلی جالبیه. اومدیم میشه یکی از خفنای شهسوار عمو طالب که خودش هم بجای اینستا داره نزدیک 200 کی فالوور داره خیلی خفنه. دمش هم گرم. آره اومدیم تفریح من حالا ببینیم اینجا میتونیم بریم یه چیزی بخریم. آقا به ذهنمون نرسید تو به جز بازی. حالا بریم داخل. سلام. خسته نباشید. سلامت باشید. ما یه بستنی می‌خواستیم با یه آب پرتقال و یه شیرموز بستنی از چه مدل می‌خواید؟ ببین بستنی انتخاب کنید. مجبور شکلاتی که دارک درگیری کیک دسر وانیل. سه اسکوپه نه؟ آره یه اسکوپ سه اسکوپ. خواهی اینا بگیر. بعد پرتقال هم دارم. پرتقال یه دونه شکلاتی میخوام. یه دونه از این شاتور. این دو تا. آره یه دونه آب پرتقال هم برام. یا پرتقال. با شیرموز. شیرموز خالی شیرموز بستنی. اون طرف دست شما در نکنه. اینم خیلی ممنون. آب پرتقال. مرسی. اون یک شهسوار. دمتون گرم. دست شما در نظر چیه؟ این همه نیومده براش. آها اینم از این ویدیو. تموم شد آقا ویدیو و امیدوارم امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک کنید، ساب کنید. چنل منم حتما ساب کنید داخل بیو هست. نزدن برو. آره میگیرم. حتما ساب کنید و ساب نکنید شب میام تو خوابتون و میخورمتون. حتما ساب کنید. پس خسته نباشید. بچه یه سوال خسته فقط. ما تو تون کابونیم مازندران. اگه کسی تو تون کابون هست ما بگه. البته بجز هم کلاسی. فعلا. خداحافظ.